дар бораи бизнес гап мезананд, бизнес дора ё надорад? худашонро миллионер мегиранд, аммо пул дора ё надоранд? دلوار جان این در حقیقت همین خیل من بعضا کامنت‌ها میخونم منم میبینم بعضا مینویسن که خیلی همین کتاب‌های دوای زاپادنی شاعرها گرفته ترجمه کرده نویسندگی یا همین شما برون از کشور هستید، چی فایده به تاجیکستان آوردید یا چی فایده خودی حاضر آورده ایستادید؟ چی نقشه دارید در تاجیکستان؟ چی تجارت دارید؟ چی بیزنس دارید؟ من اینوستیسیا کردم تاجیکستان با هر سال 1 میلیون تا 3 میلیون دلار. من دیگه مردم تاجیک باید نمیگم که این کتاب خون رو این کار کن وای کن. من میخوام خلاصه بمونم. من پروست خودم میکنم وای میبیند. بعد ای میشود است. با رفته کردم میگیرم. بعداً برآمدهای شما رو اگر که تماشا کنیم نفرانی پیدا میشوند یک و دو نیستند. در حال چی میگن به همون لهجه گیم ای هم ماشینی کن. در این بابت چی گفتنی داره؟ وای آدمی که این من برای آدمای ماشینی میگم وای فهمیششمون. میدونید این نرمال نه. با کی من همین گپ میگم ماشینی؟ تولک تاجیکو. یگون کس من این گپ نگفت است تازه که ماشین. میدونید چی با که مردم بیرون کمتر کتاب میخونند. خلق ما یک 20 سالی همین باین با کتاب خونیش کم شد. بعد نه که ما با همین ارثیتی همین اولادی آمادگی دیا خونی تاجیک با آمادگی دیا بخیله محلگرای خونی تاجیک با سخت آمادگی نسبت دیگران. نگاه کنه حکومت میخواد که دولت پیش برود که چبک به نالوگ و جای کار شود وای خلق باشد یو نمیشه گفته شیسته چبک ترسیده استوده است. همه آدمایی که همین گپ میزنند کو من باوری کامل دارم که یگون تاش تازه بیزنس نکرده. یکی بسیارها گمان میکنن که قین است نمیشه کردن نالوگ عذابت میتیاد این عذابت میتیاد وای عذابت میتیاد من پریچسلند میکنند یا نگاه کنید این پنهان نیست که نالوگ ما با کمتر قین است. نه که نالوگ همه دولت‌های دنیا با هست. یک ما با نه پخته خطای بامبوک برآورد. همین بامبوک و هم ارزون هم تیز میبریدش دیگه مهنتش آسان‌تر نرخش ارزان‌تر. همین بامبوک خط پال پخته زمینیت کرده است دنیا با برای همون نرخ پختر است که زمین با افتید. گوش آدم همون گپ پیشونیده میتود که عقل آدم فهمد. چشم آدم همون چیز دیده میتود که عقل آدم گیرد. انسان از عقلش بالا فهمیدن نمیتونه. من نمیخوام که دیگه خلق مردکاری کنند. من میخوام که خلق من رولای علمش رو پول کار کنند. چرا که مردکاری همین تاجیک‌ها گپ خوبه. خاکستر لای نمیشه مردکار بای نمیشه. من شهروند تاجیکستانم. من میدونید کنیشنا شما میدونید من چندین بار من پیشنهاد کردن که شهروند امریکا شم. چون در صحبت ما خوش آمد نبود یا دیگر چیها نبود هر چی بود آشکار گپ زدیم. تازه شفاف. یعنی مردم میگیم به خود ضروریشون رو بگیرن و ناضروریشون رو نظر به اونی که گپ میزنن پس سر کنن. بله از ما گفتن بود. بله تشکر که وقت خود رو دریغ نداشتید.